سلام به همگی. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از شاید بشه گفت مهمترین سفرهای زندگی هر کدوم از ما، فرزند پروری. یه سفری که میتونه دوتا مقصد کاملا متفاوت داشته باشه. واقعا دوتا دنیای جدا از هم. خب بیایید با هم ببینیم داستان از چه قراره. ببینید همه چیز سر یه انتخابه. انتخابی که ما رو میتونه ببره به دو تا دنیای کاملا متفاوت. یه طرف یه زندگی شیرین رو داریم، یه زندگی جذاب و دوست داشتنی که باعث میشه حس کنی دنیا واقعا جای خوبیه برای زندگی کردن. اون طرف دیگه اما یه زندگی سخت، یه زندگی پر از رنج، فشار و نارضایتی. و دقیقاً همین دو راهیه که ما امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم. خب، بیایید اول بریم سراغ اون مسیر سخت‌تره. میدونید اون موقع‌هایی که فرزند پروری تبدیل به یه رنج تموم نشدنی میشه. تا حالا این حسو داشتید که دیگه واقعاً کم آوردید. این یه تجربه خیلی رایجه. خیلی از پدر و مادرها باهاش درگیرن و خب کاملاً هم قابل درکه. و این فقط یه حس زودگذر نیستا. ببینید منبع اصلی ما چقدر تکون دهنده موضوع رو بیان میکنه. میگه اگه مهارت‌های لازم رو نداشته باشیم، یه تجربه زندگی جهنمی برای خودمون میسازیم. جهنمی. فکرشو بکنید، یعنی هر روز دعوا، هر روز فریاد، هر روز استرس. این جمله خودش به تنهایی نشون میده که ماجرا چقدر جدیه. خب، این جنگ هر روزه چه شکلیه؟ معمولاً با همین کج‌خلقی‌ها و بهانه‌گیری‌ها شروع میشه. میدونید چی میگم؟ اونایی که انگار مثل یه جارو برقی تمام انرژی آدم رو میکشن بیرون. بعدش میرسیم به لجبازی و نافرمانی. اونجایی که یه درخواست ساده، مثلا عزیزم لطفاً اسباب بازیهات رو جمع کن، تبدیل میشه به یه جنگ قدرت تمام عیار. وای، اون حس ناامیدی که اون لحظه به آدم دست میده واقعاً کشنده است. و خب گاهی وقتا کار به پرخاشگری هم میکشه که مدیریت کردنش دیگه واقعاً سخت و نگران کننده است. آدم با خودش میگه آخه چطوری تو این شرایط آروم بمونم؟ و آخر همه کشمکش‌های روزانه چی میشه؟ یه بار عاطفی سنگین رو دوش همه. یه خونه‌ای که همیشه توش ترس و استرس و اضطراب موج میزنه. و این فقط برای ما پدر و مادران نیستا، برای بچه‌ها هم همینه. خونه‌ای که قرار بود امن‌ترین جای دنیا باشه، عملاً تبدیل شده به یه میدون جنگ. اما ناامید نشید. خبر خوب اینه که یه راه حل وجود داره. یه نقطه عطف، یه مهارت سرنوشت ساز که میتونه کل بازی رو عوض کنه و ما رو از این جاده پر از چاله چوله بندازه توی اتوبان صاف و روشن. خب حالا سوال اینه. اون یه چیزی که این دوتا مسیر رو از هم جدا میکنه چیه؟ چی باعث میشه یه خانواده شکوفا بشه ولی یه خانواده دیگه دائم در حال جنگیدن باشه؟ راز ماجرا کجاست؟ جواب توی همین دو کلمه است. مهارت فرزند پروری. و منظورمون از مهارت یه چیز غریزی یا احساسی نیستا. نه، دقیقاً مثل یه جعبه ابزاره، پر از استراتژی‌های مشخص و مهمتر از همه قابل یادگیری. ابزارهایی که میتونن تجربه یه خانواده رو از این رو به اون رو کنن، از رنج مطلق به شادی مطلق. و یه نکته فوق‌العاده مهم، لطفاً این ایده که باید یه پدر یا مادر بی‌نقص باشید رو کلاً بریزید دور. اصلاً همچین چیزی وجود نداره. موضوع این نیست. موضوع اینه که ابزارهای درست رو داشته باشیم. همین. و این مهارت‌ها ابزارهایی هستن که هر کسی، تاکید می‌کنم هر کسی میتونه یاد بگیره. خب، تا اینجا از سختی‌ها گفتیم. حالا بیاین اون روی سکه رو ببینیم. بریم سراغ اون مقصدی که لذت فرزندپروری یه چیز واقعیه. جایی که واقعاً میشه از پدر یا مادر بودن لذت برد. هدف نهایی چیه؟ رسیدن به یه زندگی شیرین، جذاب و دوست داشتنی. اینا دقیقاً کلماتیه که تو منبع اصلی ما هم به کار رفته. یه تصویر خیلی قشنگ از چیزی که با داشتن مهارت‌های درست کاملاً ممکنه. فقط یه لحظه تصور کنید زندگی شما این شکلی باشه. چه حسی بهتون میده؟ خب، پاداشای این مسیر چیه؟ اول از همه، یه زندگی پر از رضایت. دوم، یه حس عمیق شادی که از درونتون میاد. یه چیزی که با هیچ چی تو دنیا نمیشه عوضش کرد. و در نهایت، این باور قوی که آره، این دنیا واقعاً ارزش زندگی کردن رو داره. اینا چیزایی هستن که خیلی فراتر از چالش‌های ریز و درشت هر روزن.
و اینجاست که ما به آخر بحث امروزمون میرسیم و همه چیز به یه سوال ختم میشه. یه سوال خیلی مهم که مستقیما از خود شما میپرسم. حالا که این دوتا مسیر رو دیدید، این دوتا سرنوشت ممکن رو میشناسید، شما کدوم راه رو انتخاب میکنید؟ یادتون باشه، این انتخاب و آینده خانواده‌تون کاملاً دست خودتونه.